کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 14 سپتامبر سال 2023 در غرب جمهوری باز یک حادثه ناخوش رخ داده، یک ساکن ترسانزاده در دریا غرق شده است. بنا به اطلاع این نهاد 14 سپتامبر تقریبا ساعت 13:20 در نتیجه رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری یک ساکن 47 ساله دهه بابانی استوش و جماعت جوره رحمان و فشار ترسانزاده در رود قرتا غرق شده است. برای پیدا کردن جسد نجات دهندگان ریاست مخصوص گردانده شده خدمات جستجویی و نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده سفربر شدند. بعد راه‌اندازی کارهای جستجویی جسد این شهروند پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به خانواده مرحوم از ساکنان کشور خواسته است که در ساحل کول و دریا و کانال‌ها و هنگام شناوری قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند. بنا به آمار رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در نیمه اول سال 2023 در کول و دریا و کانال‌های تاجیکستان 87 نفر از جمله 46 کودک و نورسان تا سن 16 غرق شدند. سال گذشته در جمهوری 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس غرق شده بودند.